سلام علیکم تماشاچیان عزیز، خوش آمدید به کانال برنامه ساز تیوی. با شما حق نظر دلیر هستم. در ویدیو امروزه درباره سکرت های تلگرام گپ میزنم. راستی تلگرام امروزها در بین مردم به نهایت مشهور شده است. قریب در همه تلفن ها تلگرام دیده می شود. اگر اومده باشید در یک جای برای نشسته ویدیو رو از اول تا آخر تماشا کنید. دستگیری کردن رو فراموش نسازید. رفتیم. سکرت یکم با تلگرام در اومده. از اینجا سه نقطه رو پخش میکنیم. از اینجا فونکسیون ازبرانوی رو میکشویم. بعدا این روزانه پیدا می شود. ما میتونیم در ازبرانوی فایل های لازمی خود رو در اینجا گذاریم. در اینجا میتونیم رسم، ویدیو، کانتاکت، یگون کتاب از دلخواه که شما در تلفن دارید میتونید در اینجا پرتوید. یعنی در وقت های لازمی آن رو باز گرفته میتونید. اگر شما از تلفن تلگرامتون رو نصب هم کردید، از دیگر تلفن تلگرام کشوده با همین نمونه که شما کشوده بودید در اومده با ازبرانوی و فایل های لازمیتون رو از اونجا باز از سر گیرید. برای گذاشتن فایل های لازمی با ازبرانوی از اینجا این تکمچه رو پخش میکنیم. از اینجا پیدا می شود گالری فایل، گیاپوزیسیا، کانتاکت، موزیکا دیگر. اکنون ما میتونیم که یگان کانتاکت لازمی خود رو در ازبرانوی گذاریم. مثلا از اینجا این کانتاکت رو انتخاب میکنیم و از اینجا ادپراید کانتاکت رو پخش میکنیم. این کانتاکت رو در ازبرانوی میایستد. اگر شما تلگرامتون رو ادالیت هم کردید در اینجا میایستد. این بود سکرت یکمی تلگرام. سکرت دیگری تلگرام این استیکر های آن می باشد. وقتی شما با یگان کس گپ زده ایستاده میتونید در جای سابشن یا نام کلمه ها رو نویسید. مثلا من میتونم کلاویاتور رو نویسم و آن رو نویسم. کمی صبر میکنم. در بالا استیکر کلاویاتور رو پیدا میشه. آن رو پخش میکنم. به جای متن استیکر جمع میشود و در بالا استیکر های انیماسیونی پیدا میشه. میتونیم یکی از آنها رو انتخاب کرده با دوستم روانه سازیم که بسیار جالب است. بغیر از این میتونیم تلفن نویسیم. تلفن و کمی صبر میکنیم. استیکر هایش پیدا میشه و یکی از آنها رو انتخاب میکنیم. باز کمی صبر میکنیم و در بالا نمودهای یک انیماسیونی استیکر های تلفنی باز پیدا میشه. میتونیم یک از آنها رو انتخاب کنیم و با دوستم روانه سازیم که بسیار جالب است. این بود سکرت دومی تلگرام. سکرت دیگری تلگرام این است که شما در وقتی که با یگان کس گپ میزنید و با یگان کس گپ زده ایستاده میتونید در بالا رسمی همین آدم پخش کنید و در اینجا نگاه کنید. تمام فایل هایی که این کس به شما روان کردن، شما با اون کس روان کردید در اینجا گروه بندی می شود. رسم ها به قسمت میدیا می داریم. فایل ها باشد در اینجا سیل که موزیکا، گلاساویه یعنی که گلاساوی گپ زده، گیف، انیماسی ها و غیره ها. از اینجا ما معلومات های لازمی رو با شکل قلای میتونیم زود دسترس کنیم. مثلا من میتونم که انا همین رسم رو از داخل همین صحبتی که کردیم یابیم. این رو پخش میکنیم و با این سه نقطه پخش میکنیم. از اینجا پکزت و چت رو انتخاب میکنیم و در اینجا میبرید که همین رسم کدام سنه روان کرده شد، یعنی 11 اپریل. باز میتونید از بالا این رسم کار کنیم. این رسم رو ادالیت کنیم، بیان کس روان کنیم و غیره ها. این بود سکرت سوم تلگرام. سکرت دیگر تلگرام این است که شما در وقتی که با یگان کس یگان متن رو نوشته ایستاده و میخواهید که یگان قسمت متن رو تحریر کنید و یا اصلاح کنید، در این حالت با واسطه دست یا که سنسور این رو انتخاب کردن، جای لازمی رو انتخاب کردن، دلیل کردن یا که نیست کردن کم ناقلای هست. در این حالت ما میتونیم با این تکمچه پرابل پخش کرده ایستاده و کلاویاتورمون شکل کورسور رو میگیره. اگر طرف بالا کنیم کورسور بالا میره، طرف راست کنیم این طرف پایان و طرف چپ. در این حالت ما میتونیم با موقع دلخواه متن گذاریم و متن لازمی رو چیکار کنیم، اصلاح کنیم و یکی با آن یگان چی دیگر علاوه نماییم. این بود سکرت دیگر یعنی سکرت چهارم تلگرام. برای آنکه سکرت نوبتی تلگرام در تلفن شما هم کار کند باید ورسی اخیران تلگرام در تلفن شما استانف شدگی باشد. با سابشن در آمده متن لازمی خود رو می‌نویسیم و در این حالت ما میتونیم یگان قسمی متن رو سکرت نماییم و قسمی لازمی رو انتخاب میکنیم. از اینجا با 3 نقطه در آمده سکرت رو پخش میکنیم و این قسمت سکرت میشود و ادپراید رو پخش میکنیم. قسمت انتخاب کرده شدگی همچون سکرت با دوست شما روانه کرده میشود.
دوستان عزیز، در ویدیو امروزه 5 سکرت تلگرام رو به شما نشان دادم. باور دارم به شما پسند آمدن. اگر یگان فکر داشته باشید در تگ ویدیو در کامنت نویسید. خواهش میکنم به کانال ما آبونه شید و به ویدیو لایک گذارید. ویدیوهای نوبتی ما رو انتظار باشید تا ویدیوهای آینده. در پناه خدا باشید. خیر.